دخترا آماده این؟ آره حاضریم، اومدیم. خیلی خوشگل شدی. متشکرم. بریم. اومدین؟ ما اومدیم پایین، منتظر جنابالی هستیم. اومدم. ایشونم گونش خانم هستم. سلام، خوب هستین؟ بفرمایید. سبیلای جان، این زنی که هست خودشه. اهل ازمیره. چه میدونم، ظاهرا که خیلی بی آزاره، معلمه. خب میدونی درس میده. سبیلای چرا اونجوری نگاش میکنی؟ با چشات الان میکشیش. آروم باش. فقط اگه از حق نگذریم، زن خیلی خوشگلیه. اینا هم بچه هاشن. آره. این زن دنبال ثروت هالوکی. تیپاشونو ببین، انگار واسه اولین بار بین این همه آدمن. راستش داداش هالوک خیلی دوستش داره. یه زمانی هم عاشق من بود. عشق همینه دیگه، میاد میره. سبیلای، تو مگه هنوز عاشق اونی؟ دیگه چی کار داری؟ رعنا چی میگه عزیزم؟ خب چی بگه؟ اونم خوشش نیومده. یعنی داداش هالوک خب دست بردار نیست. این زن اصلا هالوکو نمیشناسه. این زن اصلا هالوکو نمیشناسه. من میشناسمش. یه عمر باهاش بودم. یه پسر مثل شیر داریم. به این راحتی دست بردار نیستم. سبیلای جون، فقط خواستم یادت بندازم شما طلاق گرفتین. قانونی هست که نوشته باشه زوجایی که جدا شدن دیگه نمیتونن ازدواج کنن؟ خب برا بچه خیلی زود شروع کردیم. میخوریم و حال میکنیم. اینجا خیلی باحاله. دوباره رنات خیلی ترکونده. منو نگاه، اگه دنبال ساواش میگردی من باش حرف زدم، نمیاد اینجا. باید همینطوری زندگی کنه. همه جای استانبول واسش جهنم میکنم. چرا اخم کردی عزیزم؟ اگه امشب با یکی دیگه آشنا بشم قش میکنم. از چیزی که فکر میکردی بدتره؟ خب یه جورایی متفاوته. متفاوت؟ مامان جونه، ما داریم میریم. کجا؟ پیش علینا. باشه برید. بچه ها فقط 1.5 ساعت وقت دارین. کاری نکنی که من بیفتم دنبالتون. آسری مشروب نخوری ها. باشه بابا. یالا پری، شمارش معکوسمون شروع شد. من یکم باشون حرف بزنم. دخترا اینو بگیرید. این چی؟ امشب به مامانتون پیشنهاد ازدواج میدم. وای خدا عالیه. تابلو نکنید. ببین داره نگاه میکنه. نگاه کن ببین. خب وقتش که رسید بهتون اشاره میکنم، شما هم انگشتر رو وردارید بیارید پیشم. خیلی رومانتیکه. آره رومانتیکه. قبوله؟ قبوله. خیلی خوب، حالا برین.
نگاه کن دوستای جدیدمون اینجا. من از اینا اصلا خوشم نیومد. علی با همون بدرفتاری کرد. چرا هنوز اینجایی؟ به خاطر اینکه زایش کنی. سلام به همه. البته غیر از شما. اوف، عالی شدی. چه خبر علی جون؟ آروم شدی؟ خب چی کارا میکنی؟ منم منتظر شما بودم. نه بابا، جوری که دارم میبینم شما که امشب ترکوندی، بی نظیری. علی یه کاری کن وگرنه من یه کاری میکنم. آروم باش توچه. چیزی میخوری؟ خیلی دلم میخواد اما نه نمیخواد. پری جون تو یکم برو اونورتر، همش کنار من بودی. خب از ازمیر میگفتی، نصف کاره موند. منم تو آلاتاشای خونه دارم، واسه تعطیلات میرم اونجا. جدی میگی؟ ما هم اونجا خونه داریم، یعنی بعضی موقع میریم اونجا و خوش میگذرونی. حوصله این بحثا رو ندارم، من میرم. باشه داداشم برو. خب ما چطور شما رو تا حالا تو آلاتاشا رویت نکردیم؟ انگار اگه همدیگر رو میدیدیم یادت میومد. ناحقی نکن، از این زیبایی ها همه جا پیدا نمیشه. خیلی ممنون، اما باشه خوشم اومد. چقدر شیرینی. برو ببینم. سلام. معذرت میخوام اگه ترسوندم. پری؟ نه منو نترسوندی، فقط فکر نمی کردم که اینجا ببینم. بعد از اون رفتن با شکوهمون. نه منظورم اون نبود، منظورم این بودش که تو مثل بقیه نیستی. آبجی آگندت خیلی خوب با امره جور شده. اون خواهرم نیست. منو خوب نگاه کن. امشب واسهش چی کاره که نکنه. از الان دستت درد نکنه. اگه نقشه هم داری بگو، منم هستم. چه خبر امره؟ حالت خوب به نظر میرسه.